دادستانی شهر ترسونزاده در رابطه با قتل یک دختر نابالغ با دست دو همسینفش پرونده جنایی باز کرده است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 16 فوریه در جلسه مجلس ملی کشور با اظهار نگرانی گفت دو خواننده یکی از مکتب‌های شهر ترسونزاده به ناموس همسینف خود تجاوز کرده بعداً او را به قتل رسانیدند. چون این حادثه در ناحیه ترسونزاده نیز رخ داد که دو نفر خواننده یک همسینف خود را تجاوز به ناموس کرده بعد به قتل رساندند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت این دو خواننده مکتب بازداشت و از طرف دادستانی علیه آنها بر اساس ماده 104 کدکس جنایتی پرونده باز شده است. او گفت بنابر خلل وارد نکردن به جریان تفتیشات و نابالغ بودن بازداشت شده ها از آن نام نمیبرد. حادثه کشتار یک دختر نابالغ هفته گذشته در حدود جماعت سه‌شنبه شهر ترسونزاده رخ داده است. سعادت عمرآور رئیس جماعت سه‌شنبه شهر ترسونزاده روز 16 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه آنها را سخت نگران کرده است. ما از این امید نداشتیم از این فرایض در اساس نقشه کوری جماعت منتظم صحبت و اختراع آمدیم و 6 دهه داریم در دهه ها گذرانده نشد. من خودم از ماه ژانویه در یک ماه 6 تا با کوری صحبت گذراندم باید تمام مسئله های مبرم روز کشوری پدیده های نامطلوب خودکشی خودسوزی زهرآلودسازی شامل شدن جوانان به گروه های اکستریمیستی پیشگیری جنایتکاری. این حادثه در حال رخ داده است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 15 فوریه در یک جلسه با فعالان شهر دوشنبه از افزایش جنایت میان نابالغان نگرانی کرده به مقامات سپارش جلوگیری از صادر شدن چنین حادثه ها را داده بود. شام 5 ینوری سال روان در پی یک زنوزنی در محله 104 شهر دوشنبه دو جوان کشته شدند. بعداً روز 11 ینوری نیز در پی چنین یک زنوزنی یک جوان دیگری 19 ساله کشته شد.